بندر عباس رو زدن یا منفجر شد. در یکی از حیاتی ترین لحظه های تاریخ ایران، درست وسط مذاکرات ایران و آمریکا، بزرگترین بندر کشور با انفجاری مرموز به خاکستر نشست. دود نارنجی رنگ هوای شهر را آلوده کرد، جان انسانها را گرفت و اقتصاد را به زانو درآورد. اما همه چیز خیلی قبل‌تر شروع شده بود. حدود 2 هفته پیش ویدیویی در یوتیوب منتشر شد که از یک حقیقت تکان دهنده پرده برداشت. کشتی‌های جیران و گلبن حامل هزاران تو پرکلورات سدیم و مواد نیتراتی از چین وارد بندر عباس شده بودند. مواد شیمیایی فوق‌العاده خطرناکی که تنها یک جرقه کافی بود تا فاجعه‌ای به بزرگی بندر بیروت به بار آورد. و عجیب‌تر این که این انتقال محرمانه به گفته کارشناسان بخشی از پروژه پنهانی کمک چین به ساخت موشک‌های ایرانی بود و فروش به روسیه. و نکته عجیب‌تر این که ابوعلی شیبانی سالها پیش هشدار داده بود ابتدا زلزله‌ای در استانبول و سپس انفجاری مهیب در بندر عباس رخ خواهد داد. زلزله آمد و انفجار رخ داد، درست طبق همان پیش‌بینی. حالا سوال اینجاست، آیا این فقط یک تصادف ساده بود یا بخشی از یک سناریوی طراحی شده برای ایجاد بحران و آشوب در منطقه؟ این فاجعه فقط درباره سوختن یک بندر نبود، این درباره جان‌های بیگناهی بود که در دود آتش محو شدند و سوالات بی‌پاسخی که هنوز در فضای خاکستری بندر عباس پرسه می‌زنند. اگه می‌خوای رازهای پنهان پشت این فاجعه رو بدانی، اگه می‌خوای پرده از سناریوهای مخوفتری که در راه است برداری، ما رو دنبال کن. افشای حقایق تازه شروع شده است. قضاوت با شما.